خیلی خوش آمدین. این بازی به جریان میافته. پاس عمقی دقیق. نمیتونه توپو حفظ کنه. به دنبال بهترین گزینه. عجب قدرتی. آیا گل شده؟ ضربه دروازه. یه فرصت طلایی رو از دست میده. مالکیت رو از دست میده. ضربه پرقدرت. بازی رو پرقدرت شروع میکنن اما موقعیت خوبی رو از دست میدن. پاس در عمق. یک نفوذ تمیز و زیبا. واکنش شگفت‌انگیز. دروازه‌بان عالی عمل کرد. ارسال از گوشه زمین. ارسال انجام میشه. یک ربع از وقت بازی گذشته. هر دو تیم میخوان نبض بازی رو به دست بگیرن. توپ از خط رد شده. ضربه دروازه. ضربه قدرتمند اما بی دقت. نمیتونه توپو حفظ کنه. پاس بلند. کار با توپشون فوق‌العاده است و در اینجا یک موقعیت مناسب. بازی با پرتاب اوت از سر گرفته میشه. فرصت رو به خوبی تشخیص داد. یه سیو درخشان. به دنبال فضا برای ارسال پاس. از بالای تیرک افقی به بیرون میره. شروع مجدد از دروازه‌بان. توپ از منطقه خطر فعلا دور میشه. یک در مقابل یک رو به خوبی رد میکنه. تکنیک زیبایی رو به اجرا میذاره. از مدافعین عبور میکنه. کمک داور به موقع وارد عمل میشه. بدون شک این موقعیت آفسایده. به دنبال ایجاد فضای خالی. مالکیت رو از دست میده. ضربه پرقدرت. یه گل فوق‌العاده. توپ به حرکت در میاد. نمیتونه توپو حفظ کنه. عجب قدرتی. آیا گل شده؟ ارسال در عمق. واکنش درخشان از دروازه‌بان. به دنبال فضا برای ارسال پاس. موقعیتی که منتظرش بودیم. بله اتفاق افتاد. و دوباره مالکیت رو از دست میده. نیمه خوبی بود. هر دو تیم تهاجمی بودن. อยากร้องเพลงเหมือนฉันไหมแค่อัดเสียงของคุณเลือกเพลงหนึ่งเพลงแล้วสตาร์ نیمه دوم شروع شد. نمیتونه توپو حفظ کنه. عجب قدرتی. آیا گل شده؟ سیو خیره کننده. بلند کار میکنه. تحت فشار قرار میگیرن و اشتباه میکنن. یعنی هیچ شانسی نبود. این بازیکن دبل میکنه.
توپ به حرکت در میاد. نمیتونه توپو حفظ کنه. ปล่อยให้หลุดมาแบบนี้ก็เป็นเรื่องสิครับ เข้าไปแล้ว เป็นประตูที่สมบูรณ์แบบครับ بعد دوباره مالکیت رو از دست میده. ضربه پرقدرت. เซฟได้ไม่พลาด بلند کار میکنه. ผู้ตัดสินให้เป็นลูกทุ่ม ทุ่มกลับเข้ามาในสนามครับ نمیتونه توپو حفظ کنه. مالکیت رو از دست میده. عجب قدرتی. آیا گل شده؟ ถ้าแม่นกว่านี้อีกสักนิดอาจจะเป็นประตูไปแล้วครับ แทงทะลุ ضربه پرقدرت. บอลชนคานสนั่นเลยครับ เซฟจังหวะนี้เรียกได้ว่าเหนือชั้นสุดๆครับ เกือบแล้วครับ ระยะนี้ต้องแม่นกว่านี้ครับ ได้จังหวะครอสจากมุมธงเรียบร้อย توپ به حرکت در میاد. نمیتونه توپو حفظ کنه. ทักษะเหนือชั้นจริงๆ นาทีนี้อะไรก็หยุดเขาไม่อยู่แล้วครับ بعد دوباره مالکیت رو از دست میده. ยังเก็บบอลไว้ได้ดีครับ